پدر در کجاست؟ پدرم وفات کرده 3 سالگیمده. بیمار بودن؟ بله. چرا با فکر فرو رفته اشک ریخته؟ چی به یادتون اومد؟ به یادم اومد کودکیم یگان بار مرا مادر خودم دختر جان گفتگی نیست. اوچا جان خیر میبخشونه که خدا بشکر که یگان چیم برآمدگی نیست، فقط ای روما گرفتگی منتش کردگی که موندگی ما کچیش گپون گریخ وقتی که وای دا کور در کورای کو اینم خیلی جون میشه برو و گنجنا وقتی که وای مو دا کور غلطی دوای بازی کردی تو بدی نمی چی رسید بدی نمیدونم چی کردی که مرم شیدم بدی خنده های ابدی. گنجینه تست سفرهای خارجی رفتن شما حیرت آور است. کار خونه ما موندگی ما دختر گفته استم. شما نقشه کشیده؟ ما یگان نقشه نکشیدم، ما قفای دختر اومدم مرده میگیری نگیری هم خودم با نگاه کو فهمیدی؟ چی به دل نداری برهمی تو، چی با نمیره ای دل غمی تو، بیا بس کنیم دی دل غمو در جا نکنه. اگر نمیکنن دوستی خود نمیجه خوب باشی لباسات نباشه دادن صورت میگیره میپرتویا کی مرا سیاره همه کارا کردگی نیست ده چی سر میبینم مخابیسا رو فیزورا که مادرشون در پیش چشم مرده سن حافظگی دارن. بله. دیگه چی کنم؟ من که زندگی من همین چیز میابم. میخوام معرفی کنید و خوش اومدید اپا جان. پس مادر جانی من فکر میکنم که شما بسیار سرپرستی برنامه‌های ما شرکتی بخ می باشد. اگر که شما میخواهید که از گرانیکس گذرید پس با شرکتی بوبرینو با بخ مراجعه نمایید. رقم‌ها در اکران. شخصانی که میخواهند که رکلام‌هایشان را در برنامه‌های جالب جای دهیم پس میتوانند با واتساپ کانال ما مراجعه نمایند. سلام تماشابینی همیشه فعال کانال مهراب پرو. اینک برنامه حیات بومرنگ با یکی از بانوان خوش‌صدای صنعتی تاجیک گنجینه بانو. ما عین حال برنامه رو ثبت می‌کنیم در یکی از ساحل‌های بسیار هم زیبا و برهوای کولی جوانان شهر دوشنبه. گنجینه بانو شما رو با برنامه حیات بومرنگ باری دیگر خوش آمدید میگیم. زنده باشین، سربلند باشین. نکه رستم جان هزار آمد کلام که شما رو دعوت کردین و همه مخلصا و همه تماشابینان برنامه مهراب پرو، یعنی که همین کانال مهراب پرو سلام خدمت میرسونم. گنجینه بانو از آن که ما این منظره بسیار هم زیبا رو برای ثبت برنامه انتخاب کردیم و شما پسند آمد؟ بله خیلی پسند آمد. خیلی منظره زیبا، خیلی منظره دلنشین. بله ما اول فکر کردم که گرم است هوا شاید میسوزیم لیکن میبینم که سلخین است. بله سلخین خواهیم آبوزی میکنیم. نه نکنیم. دیگر اینجا ما یک بخش برنامه ما رو ثبت کنیم و چند سوالهای سکرتی هست که میخوایم از گنجینه بانو آشکارا پرسان شویم. اوکی. راضی هستین؟ بله شما نه. از بس که برنامه ما بخش اولش سوالهای آشکارا عنوان داره و ما میخوایم که در اینجا چند سوالهای کاغذ پیچ رو به گنجینه بانو پیشنهاد سازیم. آماده؟ بله. گنجینه تست سفرهای خارجی رفتن شما حیرت آور است. با چه مقصد زود به خارج میره؟ با مقصدی که راستش ما چه گم دلم کی چیز میخواهم همون چیزا میکنم. ما با دلم کار میکنم. یعنی مرا نمی دلم میخواد که یگان سفر کنم یگان جا روم در 2 ماه پس یا 3 ماه پس برای که ما در تاجیکستان گفتیم موقع پاکی مرا مادر خودم دستگیری میکنه برای پریدن اونجا که خش تبارم هستن زیخ میشم در اینجا با یکی میپرم میرم پیشان بسیارتر دلی خودم که چیزا بخواهم را میکنم. خش تباری پدری و مادری؟ با مادریم در اونجا. بله مثال در کدوم دولت؟ هم دولت ترکیه و هم دولت مسکو و روسیه ده هم از در کراچی. ما رو سیگاب هفته گذشته خواستیم شما رو برنامه کنیم شنیدیم شما در ترکیه هستید. بعدم فهمیدم در تاشکند هستید. یک وقت دیگر میفهمیم در مسکو بودید. من نفهمیدم. شما پرنده پرواز شده بودید. ما رو سیگاب که میگن کو تاکسی و یا ما سامالوت رو تاکسی کردیم. ترکیه پریده بودم خیلی دوم استادم خیلی برای وای خدم راحتی خدم عصب ما آرام کنی رفته بودم. بعدا اونجا زنگ زدن که در مسکو کنسرت میمونی. من گفتم بله میمونم. اونجا دلم خسته شد. گفتم بستک برام با مسکو رفتم. بعدا زنگ زدن وای بار بود موزیک. زنگ زدن گفتن که شما میتونین که بیاین ماده چی کنین صحنه ماده برنامه ماده اشتراک کنین. من گفتم مالی که جدا گفتن که در تاشکند. بعد ما پریدم تاشکند رفتم بعدا اومدم تاجیکستان. این قدر خراجاتی راه از کدوم حساب؟ خراجاتی راه حساب همه آدمایی که چون دعوت میکنن. آها چه خوب است. با من فکر کردم که شما یگان فوندی کلانی پولی دارید. نه رستم جان اینجا خیلی کی تا ما حافظه شدیم معنی اون را نداره که باید ما همه چیز منخمون را خود کنیم. بله. و یا خودشون که کدوم دمو در کارم دعوت مون میکنن یعنی که برای کنسرت برای بانکت و فرق نداره.
و یا چون بلیط ما را میگیرن دعوت میکنن بودم با پول میتین که شب ما بخونیم بعد با ابرد نرویمون میکنن گپ سری تلویزیونی بر بود موزیک افغانستان را و ما در یک روز قبل دیدیم که شما در اونجا یک سرودی بسیار هم دلنشین سرایید و هواداران شما در تالار قرصک میزدن راستش رو بگید خودتون پول داده اونجا رو نه راستی گپ گفتم که رستم جان مرا زنگ زدن خودشون نبرد من پول دادم یعنی که شما هیچ وقت با خواهش دلی خود نرفته نه برای که ما معنای او را نداره که من حافظه شدم همه چیز خودم را از خود کنم خودم بیان کنم آخه چون که دعوت کردن هم بلیط ما گرفتن هم راهگیری ما دادن هم با پول دادن برای بیان بهترین سوال دیگر نسرین شما مثل بودو هوا است بله میگویند ما بودو کسی به عصب شما رسد تو از اون آدم قصد نگیرید آرام نمیشینید نه اگه من همین جوش دا قصد میگیرم اگر که وای گذشته گرفتک من دیگه در دل گرفتن نمیتونم وای قصد گرفتن نمیتونم بعدا با خوب میشم عصب ما بخدا سبب عصبی بودن شما در چی است بشوهری نه بشوهری نه راستی من میگم وقتی که من کودک بودم چیزی که در خدای ما رخ دادگی ما بسیارتر دارو خوردگی مرا گفته بودن داروی دیمیدرال 4-5 پچکه خورده بودم دکتر رفته بودم دکتر گفت که 4-5 سال پس دخترک کمتر ویران میشه و عصبی بد میشه و هیچی را برداشت کردن نمیتونه بعد من هم خشیدم توبت نکردم توبت نکردم من خودم توبتگری خودم بله افغان ها به حسن و جمال شما علاقه عاشق شدند ما این را از همان منظره تلویزیون مشاهده کردیم که چقدر جوانان افغان لب میگزیدند و کف میگفتند و رقص میکردند راستش رو بگویید ما بودو خواستگاری فرستند راضی میشوید نه برای چی خیلی خواستگاری اگر داشته باشه خونه بده همیش ندارن بله داشته باشن یا که زندگی من میخوام زندگی حلال کنم که تا مرا بگیرن برن حج من حاجبی بشم و بیام خونه بشینم دیگه نبرم کار نکنم خیلی مرتوح هستن بله نیستن اگر پیدا شوند چی بنه با جون دل میگیرم برای که مرا برای راست هدایت میکنن بهترین من فکر میکنم که بعد از تماشای این برنامه هستن حاجیایی که میخوان که با شما ازدواج کنند انشالله نه من میخوام که وای دلش پاک باشه ترک سنت و شما دشواری نمیبیارد نه دشواری میبیارد نه که مرا مادرم یک گپ گفته بود که رفتی که خسته شدی ای همه کارا بر بیا بخونه یعنی که بیو محترم قبول بکنه نه که من تا حال رکعتی شم و مرا روزیگی نمیته که من حافظگی کنم دلش نمیخواد من که زندگی من همین چیز میابم بسیارتر گفتم در افرا ترکیه دا بودم گفتم مادرم بیا رمول میکنم میگردم دیگه نمیکنم خیلی چیزای با من نمیخونم بعدی که دیدم بعدن یگان کس نگفت که اپای گنجی نسازی وقتی بس کردم گفتم همه را بس کردن بعد گفتن بعد در اومدم با سر کردم گشتم گفتن اپا شما بس کردن ایست کردن من گفتم که فشا مرا یگان تو نپرسیدی ادای در خونه ما یک تخت نکردی نون نآوردی ای که من چیز نون میخورم شما با کاری من کار نگیره هر کس به زندگی خودش کار بگیره بله گنجینه بانو میگن که با کسی شناس شوید تیز عاشق میشوید یعنی که تیز دل میدید خیلی بچه‌ها چند تا بودند که مقصد از حیات شما رو عاشق کرده رفتند و شما سوخته در عشق راستی گپ دو کس بودن این دو کس در حیات یعنی با عشق شما بازی کردن در حیات شما یا اینکه بودن حالی هم هستن نه نیستن یعنی شما رها کردید بله برای که من فهمیدم که ویا همش برای چی بودیم برای استفاده بری من خیلی زندگی نمیخوام من ای کودکیم که مهر دیدگی نیستم یک از کسی من مهربانی کنه گپ زدم من وجه خودم چی میشم یعنی الفونس بودن بله دیگه چی بگم خیلی خدا بشکر که ما که ای زندگی ای کودکیم مهربانی را دیدگی نیستم گنجینه بانو پیش گپتون یک سوال اومد همون زنی که مقصد شما دربارش گفتید اپیناس فکر میکنم که همین نفر هستن ما خواستیم که در الوهیدگی با شما صحبت کنیم اون کس نیستون کردن که من هم وارد میشم نه من گفتم شما گفتید بله میخوام معرفی کنید و خوش اومدید اپا جان کس مادر جانی من فکر میکنم که شما بسیار گنجینه بانو رو احترام میکنید و در کجایی که نبینیم یک جا هستید حتی شما کشانه حسن هم دارید در اونجا بسیار مشاهده کرده بودیم اویدی گنجینه بانو چی گفتن میخواید
چی گفتنی من راستی گپ 4 پسر دارم از سبب که دختر نداشتم گنجینه بانو در همسایگی ما زندگی میکرد همسایه ما بود دختری مایدک با همراهی پسرانم به خانه می اومد ما خانه اونها میرفتیم من همون وقت این کس رو به دخترخانه قبول کردم حالا سراینده نبود حالا سراینده نبود حالا هیچ کس این رو همچون گنجینه بانو نمیشنه از همون وقت دخترخانه من بود یک جویا با محفل ها می رویم این کس به خانه ما به خانه اینها پسرانم رو اکا میگوید و یا این رو همچون خواهر قبول کردگی هستند رفت آمدی نزدیک داریم از اون که در بر شما است شما خوشحال هستید بله بله البته دخترم اگر با پایش خوره خلط خواطیر میشوید مادرانه مثل فرزند خودم قبول کرده هستم بسیار سوال میدن من هم در افیریو که در یگون رولیک یا یگون استوریا که بگذارم همه وقت سوال میدن من به همه میگویم دختر خونم است لیکن مثل فرزند دوستش میدارم سرکشی میکند یک رو از گپتون بیرون میبره ترک هست هر چی هست در روش گوید میگویم من دایم این را تنبیه میدیم دایم سخنی سخت میگویم جنگش هم میکنم کم ترک دارد یک روی لیکن حوزی خیلی آرومتر شده شما خفه نمیشوید از گپ این نفر نه من خفه نمیشم من از او رحمت میگم که همه مدرجان نازنین همجا هسته در بری من هسته زندگی پستی بلندی های زیاد دارد و فکر میکنم که این پستی ها شما رو هم شکست داد و با پا خیزان و این چنین شینوسان نفرانه که شما نقاب اساسی رو در چهره آنها دیدید وقتی در زندگی شما از پای افتیدید کی شما رو در براتون بود کی دستگیر مددگاری شما بود همین نفر چرا با فکر فرو رفته اشک ریخته چی به یادتون اومد به یادم اومد ای کودکی می یگام بار مرا مادر خودم دختر جان گفتگی نیست او چه جان خیلی میبخشونه که سلام میخواهید صاحب خانه و یا ماشین شوید میخواهید صاحب 50,000 سومانی شوید و یا اینکه صاحب مکافات های دیگر با مکانی درست میآیید سوپرلوتو میتواند آرزوهای شما رو عملی گرداند با ما بپیوندید و شانس خوب رو از دست ندهید مرحمت تلگرامی سوپرلوتو در روی اکران من یگام بار نفهمیدم ایدنی اوچم که دختر جان یا که جان شیرین مرا خیلی گپو زدگی نیسته اوچم اما خداوند فقط زورا میکردم که یک خیلی مهربانی ما که دیدگی نیستم یک کس ما در مهربانی دادگی یعنی که مهری مادر همه آدم مدد دادگ همه مادر جانم چی مگه مناسبت شما با مادر اصلیتون بد بود؟ مادر من میخواست که ما نکنم همه کارا تا حاضر راضی نیسته ما زندگی ما همه چیز میآورم ما که خود بیوه شدم من نمیگم نه ما باید زندگی ما خودم پیش ببرم یک دخترچه هم دارید؟ بله نامش؟ امینه جان شما برای امینه جان مثلا محتاج دستی نفره نمیشوید نه و خودتون با پولی کاری خودتون زندگیتون رو بله مردانه پیش میبرید بله بله هم در زندگی هم مردکم هم زنکم نه که شکرانه پروردگار میکنم که مادر جانم در برم است شما رو بیشتر شکست زندگیتون مقصد که دردناک است یا اینکه یگون حیات شخصی دیگر بیشتر بسیارتر مرا ای خونه هم خیلی وای کردگی سیمیای خودم اویله خودم پدر در کجا؟ پدرم وفات کردگی 3 سالگیم ده بیمار بودن؟ بله نه بیمار نه پدرم اوریا کرد سیرک ده ماشینش زد کوماده خوب بود مرد هنگامی چند ساله بودن؟ 3 ساله بودم من 3 ساله کشیدم 8 مرد زاد روز دارم 10 مرد دادم گذشت وقتی که مرا دید بعدن گذشت بعدن شما با عذاب‌های مشقت زیاد به پدر کلان شده عذاب‌های زیاد رو در خانه ینگه و تقوا و اینا نه خونه مو خریدن دو خانه دادن راستی گپ در دوستی زندگی کردگی من همونجا کلان شدگیم عذری زیاد میپرسم که راست که نمیخواهم و بگیم که ریال زندگی مو چه گذشتگی خیلی بای آدم ذکر میشوه نه که خدا بشکر مادر من زینه و زینه برآمد 3 خانه کد خونه‌ش این از زندگی خودش حلال کار کردسته من کار ندارم با کار مادرم پس مادر من میگه که گنج نبودن تو باید قرآن خوان شوی ما گفتم انشالله ما پشت ما پر کنم یعنی که فرزند یک خونه بگیرم من میشم همه چیزاش ما صبر کنین خدا خواهد میشه این نیت در دل شما است گنج نبانو بیاید از زندگی شخصیتون دیگر سوال نمیدیم شما رو غمگین کردن نمیخوایم ولی میگذاریم با دویتی که به نزدیکی همراه شهرام عبدالحلیم سرایدید و بسیار هم دلنشین برآمد در این باب گپ میزدید دویتمو 1 سال پیش خوانده بودیم 1 سال پیش دویت خوانده که شهرام عبدالحلیم بعدن وای چیکار کردیم ما کاتیش گپون گریخ وقتی که وای در کار در کارای کو اینم خیلی جون میشه برای گنجینا وقتی که وای ما در کار غلطی دوای دم تمام اوچم کساشید کودکم نمیچشید
iş çişit. Bachcha biyo بریم درشید. خیلی یکمیشه که اکای استوجه اکای سیاوش هم میدونن که او کمرده که چیه پیشوای چند کسا آدمو میروه من اجازه پیش موندگیم بیچاره او پونکتوال نه بیچاره تا ساعت 12 شب مرا اجداد کردم بیچاره مرا اجداد کردم مرا بای کردم من میگم ای بی من است او ای بی اونم کودک که دروغ هم کرده است جراجن یا چه من ایشه خخوج به سحر کتی نمیگه روزی مادر من میکشتم اون چیزا یک سال ما جنگی بودیم گپ نمیاد وقتی که من استانبول بودم و زنگ زد گفت که گنجی هم میدوی تا چخه کنم بیاد تو زیام جسیونکا که من اینجا مرا سیگاب صغیره هستم که پرابل نگم میزنم من کوران من نمیترسم ماکینه‌گیرم نیستی بله ماکینه‌گیرم نیستم نگه گپ روی راست میگم برایم کاکینه نمیتونم گرفتم بعد اومدم گفتم مایلی سیونکارم میکنم حاضرش ده بعد همین اید گذشت کو انا که مشار میکنیم سیونکای کلیپی شهرام عبدالی ما کچه خدم یک پرچه میتونید خونید مرا میشنوی شهرام جانم چه بازینگری تر ندونم به نگاهی اولت پزمانم بیا یارا نکن تو خورم بازی کدی تو بدی نمی چی رسی بدی نمیدونم چی کدی که مرم شیدم بدی خنده های ابدی چی بنسی تو کتیم نمیدونم چی کنم که تو برگردی چی با دل نداری برهمی تو چی با نمیره ای دل غمی تو بیا بس کنم دی دل غمو در جا نکنه ریحان میران ای موته تو شیرینی ما فرهادی تو مرا میشنوی شهرام جانم چه بازینگری تر ندونم به نگاهی اولت پزمانم بیا یارا نکن تو خورم بازی کدی تو بدی نمی چی رسی بدی نمیدونم چی کدی که مرم شیدم بدی خنده های ابدی چی بنسی تو کتیم نمیدونم چی کنم که تو برگردی دیوونه مرا کدی دیوونه این شیطانک نیستی دیگه یگونه ای دلی ما بودی تو رفتی دورترونه ای خمه خوندم چشمک کویچ مارکوف ایتا ما در خونه دختر کافته استم اینجا بیا مرده میگیریم دنیا مرده میگیری دختری ما اوچای همی کس ایتا در اینجا لوباف مارکوف کاری خونه ما موندگی ما دختر کافته استم شما نقشه کشیده ما یگون نقشه نکشیدم ما قفای دختر با مرده میگیری نگیری هم خودم با نگاه کن فهمیدی اینا 20 روز دادم مهلت دختری مرا میگیری ما کار ندارم تست رفتیم خونه آخی من زن و کودک دارم 2 فرزند با این چی میشد اگر که این نگیرم دختر این با سود میده تماشابینان عزیز ما در این بخش برنامه ما که صحنه سازی است از حیات ریالی آدمانی که با دام فریب مردهای زندار میافتند خصوصا با حسیات دخترها بازی میکنند ما نقش رو نشان دادیم این صحنه ما تربیوی است و از مردها خواهش میکنم که با حسیات دختران و زنهایی که در حقیقت با حسیات اینها بازی نکنید زیرا گناه است گنجینه امروز در بین بلوگران یک بیماری پیدا شده است یعنی که کوشش میکنن که از بین ببرن یعنی شما نمیترسید که دختران اینترنت رو به ابرو میکنن و پای قدمشون رو از اینترنت میروبن از این نمیترسید خدا بشکر که جاهایی که میشینم میدونم کیان چیان خدا بشکر که یگان چیم برآمدگی نیست فقط ای روما گرفتگی منتش کردگی که موندگی یک دخترها با ما مونندی دارن ما که در حیات سرم کاش نمیکشم ما که در حیات سرم میجا نمیچسبونم تو یگان برنامه تو یگان توی معرکه نشم من نمیکنم ما بچین دخترکم کتی همه یگم میبینم یک کسی همی پایان تو بلوش سیونکا کدیان گنجی نبونایست ای بچه میگم که من میجا چسبوندم ما که پیش میشناسم که رفتم یعنی که پیش دوستام پیش دوگانم که رفتم من ها یگم بانکت باشه میجا میچسبونم چی میکنم ای خیلی دنا میکنم نه که میجای خودم در روز ما میبینم خنده میگیره که ما میگم نه که ما کی نیستم ما اینترس ندارم با اون چیزا وقتی که مرا در حادثه تیوی خیلی پروسه صورت گرفتن موندن گپای بزه گفتن بنان موندن نمیچکدن بسیار کردن بسیار پیشیما گفتگو کردن که یگان چیزی به معنیش بیاوم نیافتن وقتی که ما راستی گپ چیکار بودم آدمی که حادثه کار میکرد و اوجا شیشت هاش با دیگه کس کار فرمانده استش خدا بشکر گنده گفتی همون گپا با مقصد نمیرسه هیچ وقت آدم گنده خیلی خدا من بزنه آدم گنده نه که ما با دوستم خیلی وای ندارم با دشمنم تویست ما با دشمنم نمیخوام که یگان دشمنی ما در همونجا بغلطه یگان چی کار وزمینده میگویند که بیگانه با
انسانیت کار ندارد، خودی با انسانیت بله، هم وقت بله، کار دارد. بله. شما نمیترسید که در اطراف دشمنانتون میخوان شما رو شکست دهند؟ بسیارن خیلی آدما راستیگه بسیارن تو دو گناه خودم هستند نه که من حرکت میکنم که کتی هوایی خیلی دوست شم که من دوستی پیدا کردن نمیتونم آدم خونه فیروز کردن نمیتونم من توقعی دوست میدارم بسیارتر من در خونه توقع زندگی میکنم خودم توقع میخوام که هیچ کنه باشه آسابم آرام انا یگان دوست ندارم دو گناهی که برام دا باشه و یگان کار کنم همین سیاره جون که بود میدونه سیاره را بله سارا شاگرد بهترینی ما اصالچای ما که من باید دوست میدارم بسیارتر سارا جان تو سلام خدمت میرسونم خداوند تستر به دولت تاجیکستان خودمون بر بگردی در بری من روز بست تو نیستی من خورم جانی من تستر بیا بله همین سارا کی بود مرا دستگیری میکنه سارا لوبای چیزی مرا میدونه سیاره همین کدومه که من چیز میخواد که اگه چیز بمانه من اگه چیزی برای من باشه اینا سیاره را مرحمت پرسه سارا همش میدونه که دختری هسته که موزیکای نمونده همون چیزا در همونجا نکدای اگه نمیکنن دوستی خود نمیشه در خواب باشی لباسات نباشه دادن صورت میگیره میپرتویا کی مرا سیاره همین کارا کردگی نیست دایو سرش کچ من زندگی میکرد سیاره شما رو با یک جوان تست شاهد بودیم میدیدیم امروز همون جوان درباره شما نیست جدا شده ما جدا نه من وای جوان من در پری نبود یا کاولرم نبود یا که دوست وایم نبود فقط دوست بود کجا شد وای رفت خدمت دای خدمت مادر وطن بله 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 ای باید خدمت کنن مردکای ما بله گنجینه بانو این فرجام برنامه ما بود و اگر سوالی سخت داده باشیم از شما عذر میخواهیم نه همه نغزه همه خوبه ما سوالی وای شما ندادم اگر ما یگان خطاگی کرده باشم یگان سوالتون جوابی نپراویل داده باشم عذر زیاد در آخر با تمنیات شما با کلی آن تماشاگرانی که عین حال ما رو تماشا دارن چی گفتن میخواهید؟ گفتنی هستم که همتون سربلند باشین کدومی که مرا تماشا دارن مخلصی ما کسانی که گفتی همون گپا که چی میگن خیتری من یعنی که آدمایی که با ما خیلی چی دارن میگن دشمنی دارن من همه شما در آدمایی که با ما خیلی چشمشون فقط مرا میبینن من میخوام که همه آدما را پروردگار صاحب همه چی کنه که تا مرا نبینن امین بعد میخوام که همتون سربلند صحت سلامت باشین تنی صحتتون باشه همش میشود گنجینه بانو بار دیگر با برنامه حیات بومیرنگ خوش آمده و حیات بومیرنگ همیشه کوشش میکند که بهترین چهره های سند استراد تاجیک رو در برنامه مهمان کند و سکرت های دلشون رو با شما پیشنهاد سازد. تنصیحت و خاطرجمع باشید. خیر زنده باشین. سلام، میخواهید صاحب خانه و یا ماشین شوید؟ میخواهید صاحب 50,000 سومانی شوید و یا اینکه صاحب مکافات های دیگر؟ با مکانی درست میآید. سوپرلوتو میتواند آرزوهای شما رو عملی گرداند. با ما بپیوندید و شانس خوب رو از دست ندهید. مرحمت. تلگرامی سوپرلوتو در روی اکران.